ناله های مادر زهرا در گودی قصدگاه به حق 6 ماهه امام حسین، به حق بدن اربایت و عبدالله، ما رو در 2 دنیایی و کمتر از آنی از حسین و اولادش جدا مفرما. امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، حجت ابن الحسن عسکری به فریاد ما برس. خدایا خداوندا از گناهان ما درگذر، ما رو جزو سربازان در رکاب امام زمان قرار بده، نسل و ذریه ما را حسینی بگردان، اسم ما رو جزو سربازان گریه کنای در رکاب امام حسین قرار بده. خدای ثوابی از این جلسات به روح گذشتگان، بانیان خیر، صاحب الجلسه، اون کسانی که قدمی برداشتن، نفسن، مالن، جانن، خدایا اجر و ثوابی از این جلسه بهشون عاید و واصل بگردان. خدایا حیات و ممات ما رو در رکاب امام زمانمون قرار بده، توفیق انجام واجبات، ترک محرمات به ما عطا بفرما. به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.